میتونستین روی هوای آلمان حساب کنین، همجوری مردمان آلمانی هم حساب کنین. یعنی الان 2 دقیقه پیش آفتاب بود، هیچ بارونی داره میاد. خوب شد من دوچرخه رو برنداشتم، یعنی یک آفتابی بود و یک دفعه یک ابر سیاه. البته خب یه مقدارم بهار هست، ولی اینجوریه کلا تیپ آلمانی هم همینه. من قصد ندارم اینجا بگم که آلبانی چیز خاصیه، ولی تجربه همو در اختیارتون میذارم. و خب کلا خیلی باید مراعات بکنین وقتی با آلمانی در ارتباط هستین، همیشه یک فاصله دیستانسی رو در نظر بگیریم. البته امروز قصد دیگه هم داشتم، از این فیلم گرفتم، اینکه می‌خواستم ببینم که موهام در چه حالیه، چون تصمیم گرفتم بذارم موهام در آستانه 50 سالگی به رنگ واقعیش در بیاد که الان هست و سفید بشه و احساس میکنم بدم نیست. البته میتونستم میذاره عقب بندازم، ولی چرا که نه، میذارم. در واقع همین حالا هم بدک نیست. شاید بعدم پشیمون بشم و روش رو رنگ بکنم، ولی فعلا میخوام بزنم ببینم که بزنم در بیاد، ببینم که چه مامان بزرگ خوشگلی میتونستم بشم تو سن 50 سالگی. آره احتمالا اگه بچه داشتم و نوه داشتم اونقدر خوب نمیموندم، ولی بالاخره موه سفید میشه، چیزایی تغییر میکنه، یه چیزایی میشه باش مبارزه کرد. مثلا من بزنم به تخت، توانایی بدنم خیلی بیشتر شده، حالا نه اینکه یه دفعه بیشتر بشه. در واقع این آلمانی ها باعث شدن که من توانایی بدنم بیشتر بشه، نه اینکه برم کارهای سخت بکنم. ولی اینجا فهمیدم که با کلی مدرک دانشگاهی با این حساب باز میه اینجا، بازم از دولتشون تاییدیه داری، باز دوباره یه عالم تاییدیه رو میکنی تو چشمشون. چون جامعه آلمان 2 بخشه، یه بخشش قوانینشه که بعد آدم خودشونو تو اون قوانین سفت و سخت بگیرن، ولی کسی قوانین رو رعایت نمیکنه، معمولا قوانین رو دور میزنن و به شکل و شیوه خودشون دور میزنن، چیز رو کتبی نمیکنن که در واقع براشون مسئله نشه. یاد گرفتن چجوری بازی بدن و شما وقتی که مثلا به عنوان یک مهاجر اینجا داری تقاضای کار میفرستی و خب تمام اون مشخصاتو داری، مثل آمریکا یا مثل کانادا، مثل اینجور کشورها نیست. یعنی تو مثلا اینجوری نیست که فرضاً بخوایم بگیم که خیلی شبیه ایران خود آلمان، منتها با سطح سواد بسیار پایین‌تر، از نظر شعور فکری بسیار پایین‌تر. اون گذشته ها رو فراموش کن. من این حرفم یادم نره که راجبه، خب بذار اول اینو بگم که تموم بشه و بعد میخوام وارد داستان دیگه بشم. بله، وقتی که شما به عنوان یک مهاجر اینجا تقاضای کار میکنی، مثل این که مثلا فکر کنی توی ایران یه جایی، توی ایران اینجوری نیست، ما خیلی بیگانه پرستیم. مثلا نگاه بکنی میبینی حسن، اکبر، جعفر، قلی، مریم، رضا، عباس، مثلا اون وسط ها اسمش رابرته، شاید رابرت رو انتخاب بکنی. ولی نه، اینجا برعکسن. اینجا مثلا نگاه میکنن میبینن رابرت و نمیدونم توماس و نمیدونم اسمای آلمانی، نمیدونم تمام جولیان و اینا انتخاب میشن، یا زابینه و اینا همه انتخاب میشن. و یه دفعه یه اسم عجیب، علی فلان، او این ترکه، ولش کن، اینو بذار بهش فکر بکنیم. حالا خیلیش اینجا متولد شده، مثلا ترکیه اینجا متولد شده، سالها اینجا کار کرده، اینجا درس خونده. یه ممیزی به طرز وحشت، یک نژاد پرستیه به طرز فجیعی تو این جامعه هست که هرچی تو زبانو بیشتر یاد بگیری، هرچی بیشتر تو این جامعه وارد بشی، اینو بیشتر عمیقاً درک میکنی. و اینا برای چی گفتم یه چیزی میخوام الان بگم. الان میخوام راجع به این ایرانیایی رو بگم که تازه وارد آلمان میشن. من چند وقت پیش فقط 2 نفر اومدن توی نمایشگاه من. خب یه سری از این آلمانی اینقدر احمقن، من این نمایشگاه بازی پیش خودشون فکر نمی‌کنن خب چرا اصلا ایرانی اینجا نیست. خب من نمیخوام که ایرانی اینجا باشه، اگه من بخوام که خودم باشون ارتباط برقرار میکنم. برای اینکه برای من خیلی مهمه که با چه تیپ از افرادی در واقع ارتباط، نه اینکه حالا صرفا دانشجو باشه. چون من دانشجو بودم توی آلمان و دلیل برای نمیبینم که طرف بیاد مثلا با من ارتباط بگیره. هوشمند بودن، ذکاوت داشتن یه بحث دیگه است. و من بعدن دیدم که این چقدر داره فوش میده به ایرانیا. جمع کن خودتو، بذار از را برسی. حالا رفتی یه جا تو که اینجا اصلا توی آلمان قرار نیستش که تو اصلا کنکور بدی، معلومه که هر دانشگاهی میتونی بری.
تا حالا بچسبی به یه مردی، با یه مردی ازدواج کردی یا دوستت بودی هر چی آوردتت آلمان، تو تا هر دانشگاهی میتونی ثبت نام بکنی. بشین سر جات. حالا چقدر این بنده میان توی نمایشگاه مثلا، خب اولین بار میبینی یه ذره باشون فارسی حرف میزنی، ولی واقعا برای من خیلی مهمه. ببین ماها توی من رتبه 100 دانشگاه بودم، ایران بودم، یعنی رتبه 100 رتبه کمی نیست، رتبه کنکورمو دارم میگم. و تو اون سالایی که مثلا تا چه میدونم 50,000 300,000 قبول میشدم، من رتبه 100 بودم. و دانشگاه تهران قبول، یعنی خود دانشگاه تهران مرکزی. و نمیخوام مدعی باشم، ولی حتی دوره لیسانس و فوق لیسانس من معدل من 19.78 که اون یه نمرم بخاطر یک از این استادایی که خیلی یه بدجنسی داشت، گفت به من نمیخوام 20 بشی، ولی نمره پایانم من 20 شد. حالا اینکه تو ایران بخوان آشار چشم ابری من بودن، نه، من 5 نفر توی در واقع هیئت جولی بودن که مو رو از ماست میکشیدن بیرون. به حال تواناییامو داشتم، قابلیتامو داشتم. هرچند که تو ایران اواخر که خود من تو دانشگاه تدریس میکردم، خود من هر دانشگاهی نمیرفتم تدریس بکنم و استاد دانشگاه بودم، هر دانشگاهی نمیرفتم، خیلی دانشگاه پر شده بود همه جا، نمیدونم از این راه دور رو نمیدونم، یه دانشگاهی عجب عجبی که حالا تو زمان ما نبود. خب درسته تعداد داوطلبین بیشتره، ولی همونها هم یه مطالعاتی میکنن که به اون دانشگاه میرسن، ولی توی آلمان این خبرها نیست. یعنی میزان مطالعه و تحصیلات آدما به طرز وحشتناکی پایینه، به طرز وحشتناکی آدما خنگن اصلا اینجا، و اصلا این دلایل رو ندارن، دلیل برای کار کردن نمیشه که اینو مطالعه بکنن. و اون نسبت وقتی که الان من مقایسه میکنم، میرم مدارکی که دانشگاه‌های ایران دارن خیلی از نظر من خیلی سطح بالاتری. درسته ما میگیم بین المللی، ولی خب چی بین المللی رو تعیین میکنه؟ اینقدر استثمار هست، اینقدر این جریان عمیقه که شما هیچ جوری نمیتونین وارد بحثش من نمیخوام بشم، ولی وقتی یه کسی اینجا دانشجو شده هیچه و فقط ببینی بعدش میخواد چجوری بگذره. و مسئله اصلی همون زبانه. یعنی اگه شما بتونید به زبان انگلیسی، زبانی که بهش مسلطی، یا انگلیسی خب خیلی ساده تره، وارد دانشگاه بشی، دیگه تحصیلاتی محسوب نمیشه، در حد همون دبیرستان ما هم نیست. حالا من دبیرستان که رشته ریاضی فیزیک و تجربی بود، ولی در حد اون دبیرستان ما هم نیست. و خیلی اینجا شروع میکنن به جفتک انداختن که جدید به خصوص میان، بابا سال اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم تو آلمان دوتا اون دهنتو ببند، اون در رو ببند، اون در اون مالتو به قول آلمانی ببند، اون پوزتو ببند، سعی کن یه چند سال بگذره، چشتو باز کن، دور براتو خوب نگاه کن، ببین چه خبره، شعور داشته باش، خیلی مهمه، اهل فکر کردن باش، مخت تعطیل نباشه، بعد خیلی چیزا رو متوجه میشی و بعد اینجوری شروع نمی‌کنی به جفتک چه انداختن. و بی خودی از آلمانی دیگه حمایت نکنین. و میگم من اگر حالا به حال یه جامعه‌ای که من توی تهران باشون آشنا بودم، حالا آدمایی که توی همون تحصیلات، تو اون دوره دانشگاه، تو اون سطحی بودن که باشون میشد یه حرفایی رو زد، حرفا رو میفهمیدن، خب من اون جامعه رو اون نخواه از دست دادم. اینجا ندارم، این ارتباط رو ندارم. و آدمایی تو اون سطح هم توی آلمان من یه چند نفر میشناسم که تا یه سطح علمی هستن که من باشون ارتباط برقرار میکنم. مدعی هم هستم، واقعا من نمیتونم با هر کسی ارتباط بگیرم. درست ایرانی‌ها زیاد هستن توی فیسبوک منم هستم، ولی احساس میکنم که زیاد به اندازه اون سایزت صحبت کن. واقعا اگر بیشتر حرف بزنه من میبندم، برای اینکه قشنگ مشخصه طرف اصلا از یک ندانستن، از یک سطح، از یک جامعه، از یک فهمی میاد که خیلی پرت میزنه و اصلا جوابی من ندارم. مثلا اون دیالوگا رو من تو دوران 17-18 سالگی من نداشتم دیگه، چه برسه به الان. و من جالب هست این حال میخوان خب دوست من باشین، باشه دوست من باشین، تو فیسبوک من میخواین باشین، میخواین دنبال کنین، میخواین دنبال نکنین، ولی چیزو نگه دارین، یه حرمتایی رو این وسط نگه دارین. و به خصوص من وقتی میبینم مثلا یه سری میان شروع میکنن، حالا بالاخره یه سری چیزا مشخصه. الان ببینین، نمیخوام بحثا وارد این جریانات بشم، وقتی یه جایی جنگه، وقتی یه جایی بچه‌ها دارن میبینن، حالا نه اینکه من بچه ندارم، من کلا دلم برای اون آواره‌ها و اون
شکل کشته شدنشون میسوزه و میبینم تا یه دونه مثلا این جنگ‌های اخیر که وجود داشته، یه سری از این انسان‌ها به طرز وحشتناکی دارن اصول انسانیت رو زیر پا میذارن و من میبینم که جامعه بین‌الملل وارد نمیشه. من میبینم که اروپا دخالت نمیکنه. مثل اون سالی که مثلا به هر حال برای اوکراین یه جنگی بود، چجوری دخالت میکرد، چجوری دستوزی میکرد، اصلا نذاش به اینجا برسه، مثلا کودک اونجوری آزار دیده ندیدیم. الان ما داریم توی فضای اینترنت میبینیم چقدر بچه‌هایی که دارن از بین میرن توی فلسطین و در واقع جامعه غرب پوزشو بسته. و من وقتی راجع به اینا مخالفت میکنم و عکس من نشون میدم، تو اگه یه انسان باشی و یه حساسیت نشون بدی، دهنشون باز میکنم از بشین سر جا جیغله، تا چی میگی؟ از را رسیدی خوشحال بشه، اصلا پاتو گذاشتی تو نمایشگاه من، اصلا آدم حساب نمیکنم من شما رو. واقعا یه سطحی خوشتون نمیاد، بعدتون میاد، خیلی راحته. بلوک. دوستان قیافه من رو ببینین، بلوک کنین یا انفالو کنین، یا همین هستش، همین امکاناتی هست که هست و میتونین ازش استفاده بکنین. مجبور نیستین که باشین و من نیاز ندارم واقعا داشتن. فقط یه سری میگم فضولن، فقط دوست دارم فضولی کنن که بعدش بیان این فضولی کردن علیه خودت استفاده کنن. مثلا اون ویدیوهاتو بگم و به چند نفر ببین چی میگه، ببین چه هر بسی اصلا مریضن، یعنی دشمن صفتن و خب خیلی عقده دارن. خب من نمیتونم برای عقده تو کاری بکنم، متاسفم، ولی کن میتونم خیلی راحت بهت بگم که به هیچ جا نمیرسی، هیچ جا. مثلا میتونی ویدیوی منو ببری بفرستی برای سازمان ملل، همه جا به هیچ جا نمیرسی. ببخشید کف پای منم نمیتونی ماش کنی. حالا من نمیدونم دنبال کردن من چه فایده برات داره، ولی اگه از سر دشمن شدنه نمیدونم بخوای مثلا برای من یک پاپوش، به هیچ جا نمیرسی، انجام بده، به هیچ جا نمیرسی بیچاره. و از این طرف هم بعضی خوششون میاد ببینم مثلا یه شخصیت در این حال با اعتماد به نفس و نمیدونم. بله من سعی میکنم رو خودم یه کاری انجام بدم که مقدار اعتماد به نفسم بره بالا، ولی اعتماد به نفس من بالا هم نیست. من خیلی ضعف دارم. خیلی دوستم بهتر از این میبودم، خیلی روزا واقعا میافتم پایین، ولی میتونم بگم که من یه چیزی که هست، ترجیح میدم تایممو برای زمانمو خیلی برای خودسازی استفاده کنم و این خودسازی کردن برای من خیلی 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 سخته. حالا یه خیلی خیلی مشکله، یعنی اینکه بتونی از درون رو خودت کار بکنی. و اینکه من خیلی به این اعتقاد دارم و مطمئنم و هست اصلا، یعنی اصلا نمیخوام راجبش بحث بکنم که واقعا ما نیاز به آدم ها هستن، ولی همه چیز در درون ماست، تمام قدرت ها، تمام توانایی ها در درون ماست. و من برای فرار کردن از ترسم، از تنهاییام، از اینا نمیتونم. یه سری با من نیاز ندارم، واقعا نیاز به انسان ها ندارم. ما آدم ها به هم نیاز داریم، نه اینکه منظور من نیست. منظور من این نیستش که یه تایمی رو تو بذاری با یه سری افرادی که فکر کنی یه زمانی من به اینا نیاز دارم، مطمئن باشه اون زمانی که برسه هیچ کدوم این آدم وجود نداره. بنابراین اون زمان رو بذار رو خودت کار بکن. و خب حالا تو ویدیوهای دیگه شاید بیشتر راجبش توضیح بدم. در شدن یه مقدار وقت داشتم که ببینم بارون بند میاد یا نه، که ظاهرا بند اومده، ولی باز احساس میکنم که ریسک اگه بخوام دوچرخه‌مو ببرم بیرون، چون ممکنه دوباره بارون بیاد و خیس بشم و از این طرف هم سرده. خب امروز پس اینجوری میگذرونم که با اتوبوس برم. آره خیلی خوب، تا بعد خدا میسپارمتون. خداحافظ.